سلام، صبحتون بخیر. ما امروز میخوایم بریم پیکنیک. خیلی خوش اومدیم به اولین ولاگ از چنل یوتیوب ما. اینجا ما میخوایم که آماده بشیم بریم به پیکنیک. خب الان میخوام که چیزایی که قرار واسه پیکنیک ببریم آماده کنم، چای دم کنم تو فلاسک و غذای قاهمی که اصلا بلند شدم پختم بریزم تو این تا ونش گنده گوشته نباشه. بچه دیشب اصلا نتونستم خوب بخوابم. حامی اصلا نذاشت که من یه خواب به چشم بیاد. واسه همین دیگه یکم بیحالم. روغن زیتون یادم این از روغن زیتون کم بریزیم. خب کافیه. این هم بادومه که خودم آسیاب کردم. بگه باز بشه. باز شد. آره داشتم میگفتم این خودم آسیابش کردم که هر موقع که فرنی و اینجور چیز درست میکنم بریزم تو غذاش، چون دکترش گفت با آرد برنج اصلا واسهش غذا درست نکن، میگه ازش غذایی هیچی نداره. واسه چی اصلا با آرد برنج؟ دیگه این چیز منسوخ شده خیلی وقته، آرد برنج و فرنی و هر بادوم. ولی من بادومو پودرش میکنم، آسیابش میکنم، میریزم تو غذاهاش. ببندم یه چایی هم دم بکنیم، بعدش بریم سراغ وسایل حامین و لباساش و این چیزا. راستی یادم پیام بهتون نشون بدم، دیشب خیلی یهویی حوض کیک موزه کردم. من گفتم همینم که قراره فردا بریم پیکنیک، چه بهتر یه دونه بپزم که فردا دور هم با چای بخوریم. خیلی خوشمزه است. حتما یه روز دستش واسهتون میذارم، چون دیشب خیلی یهویی شد نتونستم ویدیو بگیرم، ولی قول میدم بهتون که حتما یه روز با هم دیگه درستش کنیم، چون واقعا این دست رو به نظر من بهترینشه. بریم واسه وسایل. اینم از بابا سعید که با نون تازه رسید. اینم از خودمون حاضر و آماده. اینم از دلارم کوچولو دخترم میهامی. نوبتی هم باشه نوبت بار زدن وسیله است، بدون قلیدن که دیگه اصلا نمیشه. وضعیت هوا هم که دیگه گویای همه چیزه، نه که بدن میاد نه، ولی با بچه واقعا تو هوای سرد خیلی سخت میشه.
الهی من بگردم. اینجا حامین داشت خوابش میگرفت و دلارم هم داشت بوسش میکرد. قربونش بشم. و با آهنگ‌های معروف آقا سعید. شما هم مثل من از دیدن طبیعت اینقدر لذت میبریم واقعا. چقدر قشنگه. عاشق سرسبزی من. یه نصفه راه کلا بارون گرفت و یکم هم راهمون طولانی بود ولی این بارون خیلی چسبید. اینجا هم دیگه داریم میرسیم کم کم. بله اینجا محوطه است، یه سمت محوطه است، خیلی قشنگه واقعا. من عاشق این قسمتم. تو رو خدا ببین اکسیژن خالص. اینجا رو ببین تو رو خدا. این قسمت جلوی ویلاست، همون جایی که ما واردش شدیم و ماشینا رو اینجا پارک کردیم. این هم آقا سعید که داره پیاده میشه و میخواد که وسیله رو ببره به جایی که میخوایم بشینیم تو محوطه. این ویلا واقعا اینقدر قشنگه که آدم محو قشنگی و طبیعتش میشه. خب بریم منم یه کمکی بکنم این وسطا. بله تنقلاتم که با من. به به نگم از این املت خوشبو. من که اهل املت نیستم ولی واقعا بوش آدمو دیوونه میکنه. املت مادر شوهر پس. دوست داری املت؟ چقدر تصویرش قشنگه خدا. آدمو دیوونه میکنه. دونه دونه تخم مرغ رو بشکنیم. قشنگ نیست واقعا؟ آدم لذت میبره. خدای شکرت. اونایی که املت خورن قشنگ میفهمن این صحنه ها چقدر لذت بخش. اینم از آقا حامی. منم که صبحونه کیک و چای خوردم. خوشمزه ترینه به نظره. قلیونم که به راهه مثل همیشه. آقا سعید بدون قلیون نمیمونه هیچ وقت. بعد صبحونه گفتم که با حامی بریم یه دوری یه چرخی این اطراف بزنیم. حامی یکم با طبیعت آشنا بشه چون واقعا میخوام مثل من دوست داشته باشه طبیعتو. مخصوصا این طبیعت به این قشنگی خیلی حال خوب کنه به نظرم. قبل اینکه ازدواج کنم همیشه وقتی میرفتم بیرون یا واسه پیکنیک حالا هر چی میرفتیم تو طبیعت همیشه دلم خواست که تنهایی واسه خودم برم بگردم و آهنگ و اینا گوش بدم، پادکست گوش بدم. حال دلم خوب میشد واقعا اینجوری. ولی الان واقعا دیگه این فرصت ها پیش نمیاد. باید این لحظه ها رو غنیمت بشمریم. با وجود حامی یکم سخته ولی سعی میکنم که حامینم با خودم همراه کنم و این چیزا رو یاد بگیره که با خودش لذت ببره از همه چی. اینجا هم که بارون باریده بود، بوی نم خاک یعنی انقدر قشنگ بود که آدم مستش میشد. از اینجا به بعدش هم که دیگه آقا سعیدم وسوسش کردیم و اومد با اون ستایی یکم بگردیم با همین بازی کنیم و یکم عکس بگیریم. واقعا عکسایی که اینجا گرفتیم و خیلی دوست دارم چون واقعا خیلی قشنگ شدن. حالا شما هم میذارم ببینیدشون، نظر بدین بهمون حتما. راستی بچه‌ها شما با ما آشنا شدین یعنی ویدیوی قبلی منو دیدین؟ اگه ندیدین حتما برین از این بالا لینکشو میذارم برین و ببینش. همه چی در مورد خانواده‌مو بهتون گفتم. بگردم دور سرت پسر نازه من. چه خوشگل شدی اینجا مامان. بریم سراغ عکس‌ها. بعد این قسمت ما خواستیم که یه مسابقه ترتیب بدیم، مسابقه تیراندازی. یعنی من عاشق این بخشم انقدر که این تیراندازی کردن دوست دارم. یه موقعی میخواستم برم که کلاس تیراندازی ثبت نام کنم ولی مامانم واقعا اجازه نداد. خوب زده بودم من ولی آقا سعید دیگه عالیش داد. ذوقشو میبینی؟
شروع کردم به درست کردن جوجه کباب. من که عاشقشم. خدا ببین حرف میزنه با آدم باشم. دلتون نخواد. این موقع که داشتیم نهار می‌خوردیم یه بارونی شروع کرد باریدن. خیلی قشنگ بود، یعنی خیلی خوش گذشت. یعنی حس این بارون واقعا بی‌نظیر بود. ببینید سلام. اینجا رفتم زیر بارون، یعنی واقعا از ته 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 دلم خدا رو شکر کردم بابت همه این لحظه‌هایی که تو زندگیمون داریم و قدرشون رو نمیدونیم. خدای شکرت، شکرت به خاطر سلامتیمون، به خاطر این لحظه های ناب. شکرت خدا جونم، واقعا شکر.